آقا سلام، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با بررسی و ست قسمت دوم اسپیناف سریال واکینگ دد The Ones Who Live. خیلی ممنون میشم اگه چنل رو سابسکرایب کنین. قبل از اینکه شروع کنم یه عذرخواهی بزرگ از همتون که نتونستم این چند روز ویدیو بذارم و برو بریم سراغش. اولین چیزی که وقتی تو میخوای یک سریال خیلی بزرگ ادامه بدی باید بهش توجه کنی اینه که یه فرقی داشته باشه. چیزی که تو میخوای بسازی برای ادامه دادن شخصیت هایی که توی سریالت بودن، حالا 8 فصل، 9 فصل، 10 فصل یا حالا 11 فصل، باید به این توجه داشته باشی که شاید لازم نباشه که دیگه شخصیت اینا رو زیاد افزایش بدی. میفهم چی میگم؟ شاید لازم باشه که شخصیت هایی که در کنارشون میاری رو افزایش بدی. چون ببین وقتی تو دیگه مثلا فرض کن ما 9 فصل ریکو دیدیم، 10 فصل هم فکر کنم میشون رو دیدیم و وقتی تو میای دوباره تو اسپیناف سعی بر این داری که اینا رو بازشون کنی، یکم عجیبه، یکم رو اعصاب مخاطبه. ببین فرض کن این همه قسمت خب چی کار میکردی که حالا دوباره داری به این فکر میرسی که باز کنیم برای ریک و میشون با کارو، یعنی دوباره شخصیت این دوتا رو باز. این به نظر من درست نبود کاری که این سریال کرد. تو قسمت 4 کاملا تایمو گذاشت روی ریک و میشون، نه فرون، نه بیل، نه اون کچله، کلا خیلی رو کلا ول کرد و کلا این تمرکز اومد رو ریک و میشون که چیز بدی نیست، ولی اینکه کاملا بیاریش روی ریک و میشون چرا بده؟ چون ما انقدر این ریکومیشن رو دیدیم، به اندازه کافی دیدیم. میدونی چی قشنگش میکرد این سیستما؟ وقتی قشنگ میشد که مثلا ریکومیشن در کنار بقیه براشون شخصیت پردازی میشد، یعنی روابطی مثلا براشون تشکیل میشد. مثلا کاری که تو قسمت 2 کردم میشون با نت بود فکر کنم، یا کاری که میتونستن با ریک بکنن، ریک با اون کچله یا حالا ریک با فرون، ولی کلا اینو حذف کردن. یعنی ریک و فرونو گذاشتن کنار، روابطی که باید ریک میداشت گذاشتن کنار و کلا تمرکز آوردن تو چیزی که ما خیلی دیدیم تو قسمت 4 مخصوصا. یعنی چی خیلی دیدیم؟ رابطه بین میشون و ریک چیزی بود که ما زیاد دیدیم و خوبم ازش باخبر بودیم و تو کل این سریال هم خوب دیدیم و لازم نبود دوباره تو قسمت 4 کاملا تمرکز بیاد سمتش. این موضوع دیگه تو قسمت 4 اینه که به بحث این که ریک اون هلیکوپتر رو به طرز خیلی معجزه آسا در کنار خودشون صاف کنار خودشون میبینه، دیگه لازم به بحث نبود. یعنی کاملا واضح بود که الان ریکومیشون باید فرار کنن و برن سمت خونهشون و اون تایمی که جیدیس تو قسمت 5 صرف شد که حالا بیان اینا رو پیدا کنه و فهمیده بود که این دوتا نمردن، رو میتونستن تو قسمت 4 اصلا نشون بدن. یعنی مثلا میتونستن وسط قسمت 4 یه فلش بک بزنم مثلا یه هفته بعد، 2 هفته بعد جیدیس پیداشون می‌کرد و حالا چیزایی که تو قسمت 5 دیدیم. چرا؟ چون تو قسمت 4 تو جریان نمیبینی، یعنی یه چیزی یهو متوقف میشه و یه چیزی که تو سریالا حداقل از نظر من خیلی مهمه اون جریانشه، اون اون موجی که سریال طی میکنه خیلی مهمه. ولی این سریال موجش چطوری بود؟ ببین موج اول خدا بود، خب پیشتر موج دوم جدا کرد از موج اول، یعنی موج اول این بود، بعد موج دوم آخرش به موج اول وصل شد. موج دوم یه جورایی جدا شد رفت روی میشون، بعد موج سوم این دوتا رو با هم دیگه ادامه داد، موج 4 رو کلا کشید بیرون، یهو اصلا کلا کشید بیرون. یعنی نه کاری به بیل دیگه داره، نه کاری به فرون داره، کاری به هیچ کس نداره، فقط ریکو میشون. تو این تایمی که شما توی قسمت 4 میبینی میتونستن مثلا بیل رو نشون بدن، بعد فرون رو نشون بدن، بعد نمیدونم خیلی ها رو میتونستن نشون بدن، خیلی چیزا رو میتونستن بهش فکر کنن و بهش بپردازن، ولی فقط ریکو میشون. و نمیگم این بده ولی بهتر بود یکم کمتر به ریکو میشون میپردازن. مثلا ببین اون تایمی که ریک شروع میکنه یه جورایی به اعتراف کردن و اینکه میگه کارلو دلش براش تنگ شده و نمیتونه صورت کارلو به یاد بیاره، خیلی قشنگ بود. ولی میشه اینا رو خیلی زودتر هم نشون داد و لازم نبود یه قسمت کامل صرفش کرد. یه جورایی مثل فصل 6 شده که اول فصل 6 یادتون باشه 2-3 قسمت فقط یه جا بودن کاراکترها، فقط داشتن یه کار میکردن، مدام فلش بک میخورد، مدام میرفت این طرف، بعد مثلا از زاویه فلان کاراکتر نشون میداد، بعد میومد از زاویه این یکی کاراکتر نشون میداد. قشنگ یادم فصل 6 اولش یه افتضاحی بود. بعد ببین خود سریال دریل دیکسون، حالا بیام یه مقایسه کنیم، دریل دیکسون هم این کارو کرد، یعنی خیلی دقتش رو دریل بود، ولی دقتش رو دریل دقت روابطیش بود. مثلا اومدن دریل رو مجبور کردن که یه جورایی یه جور پدر باشه، دریل رو مجبور کردن یه جورایی یه رابطه عاشقانه داشته باشه. گرفتی چی شد؟ تو ریکی رو نمیبینی، صرفا همونه. این چیزیه که من بهش میگم نداشتن برنامه. من نمیدونم شما چی بهش میگین، ولی من بهش میگم نداشتن برنامه، چون نمیدونستم میخوان چیکار کنن و فقط خواستن این تایمه بره بالا و ادامهش دادن. ببین قسمت 4
قسمتی که در مشکلش همینی بود که الان گفتم، ولی در کل بازیگری این دوتا بازیگر عالیه. شاید یکم اون شورانش بد باشه چون اون هلیکوپتر چطوری چونه این دوتا فرود اومده، اینو داشته باشید، ولی بازیگریش عالیه، اکشنش خیلی خوبه. یعنی با این که اشتباه کردن که کامل تایم قسمت 4 رو بردن روی کمیشن، با این حال سعی کردن یه چیزی داشته باشه برای ارائه، مثلا میجنگن، کارهای زیادی میکنن دیگه، حالا خودتون بهتر میدونید. این از قسمت 4. بریم رو قسمت 5. بحث قسمت 5 که پیش میاد، برای من بذار همین اولش بگم، برای من قسمت 5 بدترین قسمت کل سریاله. یعنی همینجا بگم، ببین قسمت 4 مثلا با این حال که داشت زیاد طولش میده، با این حال میدونست میخواست چی کار کنه. یعنی مثلا من اگه قسمت 4 رو ببینم میفهمم دنیا دسته کیه، ولی قسمت 5 دقیقاً قسمت 4 تو ساختارش، یعنی دقیقاً میخواد زیاد از حد کش بده، ولی تو این کارم خوب نیست. یعنی قسمت 4 خوب کشش داده ولی قسمت 5 تو این کارم خوب نیست. یعنی چطوری بگم، ببین کامل یهو از ریکومیشن حالا این دفعه میکشه بیرون، در حالی که دیگه قسمت‌های آخره و طبیعتاً من دیگه الان توقع دارم که ریکومیشن رو به من نشون بدی. ببین چی رو اعصابه این که ببین جیدیس کاراکتر اونقدر خفنه نبوده، اونقدر بزرگی هم نبوده، اونقدر عزیز نبوده برا ما. ببین مثلا فرض کن اینا خیلی از کاراکترها رو تو یه قسمت مثلا 1 ساعته تو 20 دقیقه‌ش اون کاراکتر رو میکشتن، دیگه هم هیچ. بعد برای جیدیس اومدن 1 ساعت کامل وقت گذاشتن. خب این رو اعصاب من میره، نمیدونم رو اعصاب شما میره یا نه. قسمت 5 چیزی که میخواد درست نشون میده، مشکلش اینه که نباید الان اینو نشون بده. ببین ما رسیدیم دیگه به آخرای سریال، یعنی 2 تا قسمت آخر سریال، و طبیعتاً چیزی که من میخوام فلش بک نیست. یعنی شما برو یه سریال ببین، بعد مثلا 2 تا قسمت آخرش یا یه قسمت آخرش مدام پرش داشته باشه، همچین چیزی نیست، کم پیش میاد. حداقل یه سریال خوب به من معرفی کنه اینطوری باشه کمه. چرا؟ چون اون آخریه دیگه متمرکز شده داستان، یعنی باید متمرکز شده باشه داستان و باید اون داستان بدونه که داره چیکار میکنه، باید اون کارگردان، اون نویسنده، اون بازیگر بدونه که داره چیکار میکنه، نه که مدام تصویر بپره بره مثلا 200 سال پیش بیاد اینور، بعد بره اونور، بعد بره اون طرف. این درستش نیست. شاید اوایل اگه اینا نشون میدادن قشنگ بود، ولی الان نه. یه چیز دیگه که حالا میام اینجا قسمت 56 رو با هم دیگه قاطی میکنیم. قسمت 5 جیدیس آخراش میگه که CRM دنیا رو نجات میده. من سوالی که دارم اینه که چطوری یک ارگانی، یک انسانی میتونه دنیا رو نجات بده با کشتن مردم؟ یعنی قرار شد دیگه بشریت رو نجات بدی دیگه، خب چطوری میتونی با کشتن ملت نجات بدی بشریت رو؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ من نمیفهمم راستش بخوای، درست نمیفهمم. ببین مثلا مثل این میمونه که بیای مثلا بگی من میخوام پیرمردا رو دوست دارم یا پیرمردا رو میخوام نجات بدم، مثلا من حامی حقوق پیرمردام، بعد بری مثلا پیرمردا رو بکشی، بعد آدمایی مثلا 40 50 ساله 60 ساله که دم پیرمردیان رو نجات بدی. خب چه فرقی میکنه؟ خب اونام آدمن دیگه، اینام آدمن. خب دو تا چه فرقی دارن؟ اینو من نمیفهمم. دقیقاً کاری که CRM میکنه دیگه. CRM میاد میگه آقا ما میکشیم آدمای بالغو، آدم کوچیکا رو، کوچولوها، بچه‌ها رو میاریم این طرف، آذوقای اون کامیونیتی رو میگیریم، خلاص نجات میدیم. تو چطوری میخوای دنیا رو نجات بدی با کشتن؟ و من تو اینو من باورم نمیشه که تنها کسایی که باید به این موضوع فکر کنن مثلا اوکافور یا ریک یا مثلا میشونن، یعنی نه فرون، نه جیدیس، نه بیل، نه این همه آدمی که توی CRM بودن نتونستن به این موضوع یکم فکر کنن که آقا چطوری ما میخوایم با کشتن همه رو نجات بدیم. این قسمت 5 تو کشش دادن اصلا خوب نبوده و بی خود کشش داده، قشنگ کشش نداده مثل قسمت 4. در حالی که کلا اون کش دادن اشتباهه، ولی در کل میگم یه حساب سرانگشتی که میکنیم میبینید تو قسمت‌های اول هم محتوا داریم هم جریان. تو قسمت 4 یکم محتوای کمتر میشه، جریان هم کمتر میشه و بیشتر کشش میدن، و تو قسمت 5 نه محتوای درستابی داریم نه جریان درستابی و فقط دارن کشش میدن. میرسیم به قسمت آخر. بحثی که میمونه کلا این 3 قسمت آخر سریال چیزی نبود که میخواستم، حالا بعداً به این موضوع میپردازیم. مثل قسمت آخر که گفتم این سیستمی که میگه یعنی چی، یعنی شما چطوری میخوای دنیا رو نجات بدی با کشتن ملت. اینو بذاری کنار، یه چیز دیگه میمونه، این که چطوریه که این ارتش تموم وسایل بمبیش که ممکنه تو یه لحظه همشون رو پورت کنه بفرسته رو هوا چاک چونشونه. اینو من دوباره نفهمیدم. این ارتش چه ارتشیه که بمب اتمشو میذاره بغل خودش؟ مثلا فرض کن ما بمب اتم داریم و بمب اتم بغل مثلا تانک ها، موشک ها و
جتا همه چیزامونه، بعد خب بزنن بمب اتممون، خب ما چیزی نداریم، ما گوه خرم دیگه نداریم، ما دیگه هیچی نیستیم. اینجا منطقه رو من درک نمی‌کنم. میرسیم به یکی از مهمترین سکانس های کل سریال، یعنی سکانسی که ریک و بیل دارن حالا اون جلسه اشادان چیه دارن با هم صحبت میکنن که آقا این سیارن چیکار است. خب اوکی، اینه که اولش گفتم چی، اینه که من درک نمی‌کنم اینه که یکی از دوستانی که یکی از آشناهامه، من از این بابا خیلی تو فیلم‌ها چیز یاد گرفتم. من اصلا طرفدار فیلمم و فیلم خیلی می‌بینم به خاطر اونه که از آشناهامونه. همیشه میگه اگه یه فیلمی خیلی اومد فلش بک نشون داد، مثلا یه چیزی گفت، یه چیزی دوباره نشون داد، دوباره یه چیزی گفت، دوباره یه چیزی نشون داد، یعنی که اون فیلم نمیدونه داره چیکار میکنه و میخواد فقط این تایمه بره بالا. یعنی اون فیلم نمیتونه اون بار احساسی رو تو دیالوگ حمل کنه و تصمیم میگیره که نشون بده به مخاطب و این نشون دادن خوب نیست. دقیقاً سکانسی که ریک داره میگه مثلا چیکار کرده و میگه که یه نفر رو مثلا با دندون کشته. خب وقتی یه نفر رو با دندون کشتی قشنگیش چیه؟ مثلا منی که دیدم خب یادم میاد که ریک یه نفر رو با دندون کش و میگه هم زکی. خب این از این. اونی هم که ندیده و داره مثلا واکینگ دد و دنیاشو با این سریال داره با دنیای واکینگ دد آشنا میشه، خودش میگه واو با دندون کشتی. ولی وقتی به نشون میدی نه. بعد این نشون دادن متمرکزم نبود، مثلا نیگن رو نشون میداد. چرا که به نیگن داشت الان 1000 تا کاراکتر توی واکینگ دد یهو نشون داد. مثلا این نشون دادن من نمیفهمیدم چی بودیم. با اینکه سکانس ریک و بیل خیلی قشنگه ولی این نشون دادن ریده توش، یعنی میتونست یه سکانس شاهکار در بیاد ولی خب ریده توش. و میرسیم به پایان سریال که خب خیلی آبکی کل این ارتش تموم شد، به پایان رسید. یعنی آدم با خودش میگه اینقدر ساده بود، یعنی چیزی که با خودت فکر میکنه میگه اینقدر ساده بود، یعنی به محض اینکه راحت نابود میکنن کل سیاره ما، اولین سوالی که تو ذهنت میاد اینه که اینقدر ساده بود. چون که اگه اینقدر ساده بود چطوری ریک نتونسته بود فرار کنه، یا چطوری ریک نتونسته بود چیکاری بکنه؟ و مثلا فرض کن میشون فهمید داستانو، بعد مثلا فرض کن میشون و ریک این همه سال اونجا بوده، میشون حالا مثلا بگیم 2 ماه اونجاست. خب بعد میشون میره به عنوان نفوذی میفهمه این پدرسوزا دارن چیکار میکنن، ریک این همه مدت اونجا بوده نفهمیده اینا چه گویی میخورن، فقط یه حدسایی زده که اینا یه بمبایی میزنن. تو قسمت یک اگه یادتون باشه به کافور گفت این خیلی بده مگه میشون مثلا چیز ماورا طبیعی داره که حالا که اومده همه چی معلوم شده؟ خب ریک این همه مدت چیکار میکرده؟ فقط فرار؟ یعنی مثلا سعی نکرده یه چیزی بفهمه، یه چیزی درک کنه تو این دنیا؟ و اینکه خیلی عجله داشت پایان، واقعا عجله داشت. خب طبیعی هم هست وقتی میای قسمت 4 و 5 کامل حرف چیزای بیخود و بی ارزش میکنی، پایانت اینجوری میشه. تو جیک ثانیه همه چی تموم شد، تو جیک ثانیه اون ارتش بزرگ، اون همه تجهیزات، اون همه نمیدونم مرموزیت و اون همه دم و دستگاه پوش تموم شد. خب این چی بود؟ خب خیلی بهتر میتونستی اینا رو نشون بدی، خیلی بهتر میتونستی پایان این چیزا رو نشون بدی. هرچی که من اصلا لازم بودم که اینا اینقدر خرجه میکردن که نخوان حالا شکست تجاری بخورن چون خوردن، و سریال یه جوری میساختن که تهش مثلا ریک بره دوباره گروهش رو جمع کنه با هم دیگه ارتش تورانه به سیاره حمله کنن که خیلی هم قشنگتر میشه. پایان سریع بود ولی در صورت خوبیشونه که پایان بود. یعنی آقا به پایان رسید این دفتر حکایت، حالا همچنان باقیشون اعلام شده که قرار سریال دریل دیکسون ادامه بده ولی به پایان آمد. یعنی ما فهمیدیم که دیگه ریک چی کار کرد، به دختر و پسرش رسید، این خوب بود. اینو میذاریم کنار. حالا میرسیم به اصل جنس و آخر ویدیو، چیزایی که لازم بود به نظر خودم گفتم، یعنی مشکلای کارا. حالا میایم برسیم به اصل جنس. ببین فکر کنم تو همین ویدیو هم گفتم جریان خیلی مهمه. حالا شما بیا این 2 تا سریال، یعنی سریال دریل دیکسون که قراره براش ادامه بسازن با سریال ریک که به احتمال 99% قرار نیست براش ادامه بسازن رو مقایسه کن. سریال دریل دیکسون یه ریتمی داره، یه جریانی داره و اون جریانه پیش میبره مخاطب با خودش. فهمی؟ یهو از یه جا نمیپره یه جا، یا اگه هم میپره داستان اصلی رو کامل ول نمیکنه، با خودش داره اون داستان اصلی رو. این جریانه خیلی مهمه که سریال دریل دیکسون داشت و سریال ریک به خوبی دریل دیکسون نداشت. یه چیز دیگه هم هست، این فرق است که سریال دریل دیکسون داشت ولی سریال ریک 3 قسمت اولش خیلی خوب داشت. یعنی شخصیتایی که این سریال معرفی کرد و جوری که دنیاشو داشت برای ما تعریف میکرد تو قسمت 1 2 و حالا بخشای از 3 چون 3 مثل 2 و 1 خوب نبود، عالی بود.
یعنی واقعا اگه ریتمی که پیش گرفته بودن رو درست پیش می بردن یکی از بهترین سریال های زامبی تورانه می شد واقعا، ولی این کار نکردن و گند بزرگی زدن حتی میشه گفت. اگه بخوام خیلی سریع مثلا بگم که دنیا دست کی بوده، میگم قسمت 1 من نمره 9 به بالا بهش میدم، قسمت 2 رم 9 به بالا میدم، حداقل نزدیک به 9 میدم، یعنی مثلا 8 و 9 8 و 8 میدم. قسمت 3 رو میاریم برای 8 و 7 8 و 6، قسمت 4 رو همینطور، قسمت 5 رو میارم رو 8، یعنی قسمت 5 رید و قسمت 6 هم همونطور 8 اینا. یعنی سریال متوسط رو به بالا بود ولی این مشکلات هم داشت. سریال بدی نیست ولی سریال خوبی هم نیست. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم ازش لذت برده باشید. ببخشید که اینقدر دیر شد، چند وقت مریضی و سفر و عید و هزار تا بدبختی یهو ریخته رو سرم و واقعا عذر میخوام. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره تا یه ویدیو دیگه. بای بای.